یا من هو فی ملکه مقیم، یا من هو فی سلطانه قدیم، یا من هو فی جلاله عظیم، یا من هو علی عباده رحیم، یا من هو بكل شیء علیم، یا من هو بمن عصاه حلیم، یا من هو بمن رجاه کریم، یا من هو فی صنعه حکیم، یا من هو فی حکمته لطیف، یا من هو فی لطفه قدیم. سبحانك یا لا الغاو